سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که با تحولات تاجیکستان و جهان شما را آشنا می‌کند. امروز 21 آگوست این موضوعها را در مد نظر داریم. در حالی که دومای دولتی روسیه در فکر جریمه و اخراج مهاجران و اهل عائله آنهاست، مهاجران در فکر کمک به مردم ولایت جنگ زده کورسک هستند. نه آوردیم موندیم نصیب انشالله کروچی میبرن یاردم ای طرف تاکسی نیژنی نوگورод مسکو. تاجیکستان برای جلوگیری از ورود بیماری آبله میمون نظارت رفت آمد مسافران در مرزهای کشور را تحکیم میبخشد. اسباب‌ها اینکه دستگاه‌هایی که حرارت بدن را در فاصله معین یعنی معین کرده می‌توانند در فرودگاه‌های بین‌المللی نصب شده‌اند. و در قزاقستان 4 نوروز دختر همسنفشان را به غلامی جنسی مجبور نمودند و اکنون نزدیکانشان می‌خواهند قضیه را روپوش کنند. با گیرگی او را یک کارمند کمیته امنیت گرفته است. صبح 21 آگوست نیروهای بحری اوکراین مجتمع پایگاه‌های ضد موشکی س-300 روسیه را در ولایت رستو این کشور هدف قرار دادند. همچنین یک موج هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین به پایتخت روسیه حمله کردند. والی ولایت رستو روسیه واسیلی گولوبیف و میر مسکو سرگئی سابیانین جای داشتن حمله ها را تصدیق نمودند. استاد کل نیروهای اوکراین میگوید پایگاه‌های ضد هوایی واقع در نوشختینسک ولایت رستو اهالی ملکی اوکراین را موشکباران می‌کردند. به قول همین منبع نیروهای اوکراین 1200 کیلومتر مربع و عموما 92 شهرک و دهه ولایت کورسک روسیه را اشغال نمودند. در مرز دو کشور یک منطقه به اصطلاح بوفری بنیاد کردند تا اهالی ملکی را از آتش موشک‌های روسیه امین نگه دارند. عملیات ارتش اوکراین در ولایت کورسک باعث فرار صدها هزار اهالی این ولایت به داخل روسیه شده است. یک گروه مهاجران تاجیک مقیم شهرهای نیژنی نوفگورод و مسکو برای مردم فراری کورسک کمک‌های بشری ارسال نمودند. نه آوردیم موندیم نصیب انشالله کروچی میبرن یاردم ای طرف تاکسی نیژنی نوگورод مسکو طرفی کورسکی область помощь беженцам. در همین حال به نظر می رسد که وکیلان دومای دولتی روسیه بعضی طبقه مهاجران و حضور عائله‌های آنها در روسیه را از تهدیدهای مهم به امنیت و ثبات این کشور می شمارند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرث سیاتا. سرگئی میرانوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل عائله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. به جز این به اندیشه میرانوف برای آنهایی که بدون روادید بر روسیه می آیند باید پول ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرانوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم می گردد. علاوه بر این رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه‌های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلب میرانوف منع با خود آوردن عائله‌های این مهاجران می باشد. امیدوارم که رهبر حکومت پیشنهادهای ما را که با منفعت‌های شهروندان روسیه کاملا موافقت می‌کند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیرناپذیر و ضروری را وارد می‌کند. هفته جاری گروه از وکیلان دومای دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که عائله‌های مهاجران را که با پتنت کار می‌کنند از حق درآمدن به روسیه محروم می‌کند. در همین حال وکیل دومای دولتی سویتلانا بیسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و عائله‌های آنها حمایت کرد. و در صحبت با نشریه اوترنی یوگ گفت که خطر مهاجران عائله‌دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می‌آیند کمتر است. به گفته بیسراب در افزایش جنایتکاری میان مهاجران نه خود آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نموده است که مهاجران بیشتر به کار کم‌مزد و شرایط بد داشته راضی می‌شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند ارزش خدمت رسانی نیز بالا می رود. از این رو به اندیشه بیسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه
تنها بر زیان است. مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمیدانند در روسیه سکونت نموده گاه زیر حمایت بعضی منصبداران الهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آماده‌اند در روسیه صافدلانه و پرثمر کار کنند. این گفتمان ها در شرایط صورت میگیرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه اوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومای دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است. برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدیم. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند برای پیشگیری از پنشوی بیماری آبله میمون نظارت در فرودگاه و سرحدهای مرزی را پرزور کردند. سرایت این بیماری در یکی از ممالک افریقایی نگرانی جدی سازمان جهانی بهداشت را به بار آورده است. پیشتر از این وزارت تندرستی گفته بود مواد و دستگاه سنجشی و علم این بیماری را ندارد، اما نشانه های آن مشخص بوده با از نظر گذرانی مشاهده میشوند. تب بلند، درد موشک‌ها و آبله‌های کلان در روی پوست از علامت‌های این بیماری بودند. جزئیات در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر سویف. امپاکس، مانکی پاکس، آبله میمون نام‌های گوناگون یک بیماری است که روز 14 اوگوست سازمان جهانی تندرستی از خطر همه‌گیری آن هشدار داد و در دنیا وضع فلاکت‌آمیز اعلام کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از آمدن این بیماری به کشور در 4 فرودگاه بین المللی و گذرگاه‌های مرزی دستگاه‌های لازم را نصب کرده است. از سال 2022 این جانب ما این معلومات را داریم و البته نقطه‌های سانیتری و کارانتینی در گذرگاه‌های سرحدی دولتی مخصوصا در فرودگاه‌های بین المللی شهری که شما می‌دونید ما 4 فرودگاه بین المللی داریم و بیش از همه بسیار سفرها یعنی که هواپیماها توسط فرودگاه‌های بین‌المللی شهر دوشنبه و خوجند به سفرهای خارجی یعنی که به خارج کشور پرواز میکنند. ولی گفته نمی شود که تفتیش در مرزها چگونه و با چه جهاز گذرانده می شود، چون وزارت پیشتر گفته بود که مواد و دستگاه سنجشی و این بیماری را ندارد. در سال 2024 بیش از 18,000 مورد تایید شده گرفتاری و نزدیک به 750 حادثه فوت ثبت شده است. مکان خروج دیگر باره این بیماری افریقای مرکزی و جنوبی است. در کشورهای اروپایی حالت گرفتاری در سوئیس ثبت شده است. از کشورهای آسیایی نزدیک به تاجیکستان، پاکستان هم ثبت شدن بیماری را تایید کرد. معاون سرطبیب بهداشتی تاجیکستان میگوید مسافرانی را که از تاجیکستان به کشورهای زیر خطر میروند یا مسافرانی که از آن جایها میآیند زیر نظارت دارند و معلومات آنها را به قید میگیرند. البته ما کارانتین رو بعد از اخلاً پیدا شدن یک گمانبر باید اعلام داشته باشیم، اما خوشبختانه تا حال یگان نفری که مثال با تب بلند در فرودگاه پیدا شده است دریافت نکرده ایم. به هر حال اسباب‌ها یا اینکه دستگاه‌هایی که حرارت بدن را در فاصله معین کرده می‌توانند در فرودگاه‌های بین‌المللی نصب شدند. سازمان جهانی تندرستی میگوید آبله میمون بیماری است که از میمون‌ها خروج کرده است و سرایتی است و از انسان به انسان می‌گذرد، اما آن با فرق از ویروس کووید 19 توسط نفس یا هوا انتقال نیافته تنها با رسیدن پوست و با آب دهان می‌گذرد. همچنین خطر انتقال این بیماری از حیوان به انسان نیز وجود دارد. آبله میمون هرچند خیلی خطرناک دانسته می‌شود، اما تفاوت شونده است و وایه‌ها یا واکسین‌های ضد آن الکی ساخته شده‌اند. این بیماری را توسط تست و اصول‌های آزمایشگاهی معین می‌کنند. تاجیکستان می‌گوید هرچند تست و واکسین‌های ضد این بیماری را ندارد، اما با سازمان جهانی تندرستی وارد گفتگو شده است.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در قزل‌ارده قزاقستان 4 خواننده مکتب یک همسبق خود را بیش از نیم سال در اسارت شهوانی نگاه داشته مجبور به تنفروشی کردند. با تهدید به مرگ و قتل والدان دختر آنها از این راه پول کار می‌کردند. فاجعه دهشتناکی ماه ینور امسال رخ داده است اخیراً آشکار شد و در جامعه قزاقستان سر و صدای زیادی به پا کرد. گزارشی نستعیش وریم در این باره را زرانگیز نوروز تقدیم می‌کند. 4 خواننده مکتب در ولایت قزل‌ارده قزاقستان تلفن موبیلی همسینفشان را گرفته او را در سامانه دختران تنفروش ثبت نام کردند. مقامات قزاقستان بارها تلاش کرده بودند که این سامانه را ببندند. خوانندگان مکتب همسبق خود را مجبور کردند با پول خدمت شهوانی رساند. وقتی دختر نپذیرفت او را با نوار شانتاژ و تهدید کردند که در آن با تن اوریان ثبت شده است. در این باره مادر دختر به خبرنگاران نقل کرد. ماه فеврал به خانه می آمد، به مکتب می رفت. اگر روزهای اول فقط بیگاه و شب از خانه برآمده می رفت، دیرتر دیگر روزانه هم می برآمد. روزهایی بودند که می گفت تا 2 روز او را مجبور به این کار می کنند و هر ساعت طلب می کردند که پول فرستد. مردانی که از خدمت شهوانی دختری نابالغ استفاده می‌کردند پول را به صورت حساب می‌فرستادند که به رقم تلفن او پیوست بود. در نیم سال اخیر به حساب او بیش از 1000 بار پول گذرانده شده است. به حساب‌های پیشکی دله یا میانروهای نابالغ از حساب همسبق خود هر ماه تقریباً $6000 کار می‌کردند. تمام این مدت قربانی اسارت شهوانی می‌ترسید که به والدانش در این باره خبر دهد. وقتی مادرش آگاه شد به پلیس شکایت برد. ولی مقامات محلی از جمله مسئولان اداره معارف کوشش کردند تا زن حادثه را رسانه‌ای نکند. سردار ریاست کارهای داخلی مرا دعوت کرد و گفت که چرا به رسانه‌ها خبر دادید و گفت ما همه را همینجا حل میکنیم و من باید با کسی صحبت نکنم. خود همانجا او با مفتشی که این پرونده را میبرد سپارش داد که ضد من پرونده جنایی باز کند. ولی قضیه دختری نابالغ رسانه‌ای شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. وکالتدار حقوق کودک قزاقستان دینار ازیکیوا در صفحه خود خبر داد که تحقیق حادثه سر شده به غلامی شهوانی یاری ضروری طبی رسانیده می شود. معلوم شده است که خوانندگان مکتب دختر را نه تنها به قتل تهدید می کردند بلکه با کمترین کوششی سرکشی از امر آنها او را شکنجه می نمودند. همچنین به گفته مادری جبردیده به وی مواد مخدر می دادند. وقتی دختر به جای امن آورده شد از لحظه های دهشتناک زندگی خود در نیم سال اخیر نقل کرده است. این دختر به من چیزهای دهشتناک نقل کرد. با کرگی او را یک کارمند کمیته امنیت گرفته است. در این باره دختر در یک صحبت توسط زوم به من نقل کرد. من دوباره پرسیدم که تو باور داری که وی مأمور امنیت است؟ وی گفت بله، او خویش یکی از گمانبران است. دادگاه اول هر 4 گمانبر را به حبس خانگی محکوم کرد ولی بعد رسانه‌ای شدن حادثه حکم 3 نفر تغییر یافت و آنها به حبس گرفته شدند. این نورسان به جلب دختری نابالغ به تنفروشی متهم می‌شوند. والدان آنها را هم به جوابگری کشیدند. مادر دختر قربانی از جان خود و دخترش نگران است و گفته او نزدیکان گمانبران پیوسته به نزد آنها آمده فشار می‌آورند تا شکایتشان را پس بگیرند. و خبر کوتاه در شهر دوشنبه اولین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتنگری برگزار می‌گردد. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه نخستین سبقت قهرمانی جهان اوید به گوشتنگری روزهای 30 و 31 آگوست در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دایر خواهد شد. در این مسابقه اشتراک زیاده از 200 ورزشگر از 60 کشور جهان در نظر می‌باشد. رقابت‌ها از روی 9 وزن، 3 وزن میان زنان و 6 وزن بین مردان صورت میگیرد. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $400,000 را تشکیل میدهد. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکی شما که چون همیشه تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر رو شما میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس نمایید. فراموش نکنید فردا شما را منتظر خواهیم بود. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط نمایید و خدا نگهبان هر یک شما.